تلگرام کانال روسی استرojna novosti خبر داد که در شهر کراسنویارسک کارمندان پلیس به مهاجران در جریان رید برای ویران کردن قاعده‌های مهاجرت دستگیر شده پیشنهاد کردند که با وزارت مدافع روسیه قرارداد بسته صاحب شهروندی روسیه شوند. 4 نفره را که این پیشنهاد را نپذیرفتند از روسیه اخراج کردند. بنا به اطلاع پلیس کراسنویارسک روز 8 اپریل سال 2024 کارمندان پلیس در یک کارخانه محلی کارخانه کارکرد چوب و تخته و انبار میوه و سبزیجات رید گذرانده حجت 32 مهاجر را تفتیش کردند و 13 نفر را برای ویران کردن قاعده های بود و باش دستگیر کرده به شعبه پلیس بردند. در ویدیو نشر کرده ریاست کارهای داخلی کراسنویارسک دیده می شود که یک کارمند پلیس به مهاجران دستگیر شده مراجعت کرده به آنها بستن قرارداد با وزارت مدافع روسیه را پیشنهاد می کند. بر اساس قانونگذاری روسیه هر کدام شما می توانید با بستن قرارداد با وزارت مدافع و ادای خدمت حربی می توانید شهروند روسیه شوید. می گوید این کارمند پلیس به مهاجرانی که در روبرویش قطار کرده شدند. معلوم نیست که آیا یگان نفر از مهاجران دستگیر شده از چنین راه و امکانات به دست آوردن شهروندی روسیه استفاده برد و با ارتش این کشور قرارداد بست یا نه. ولی در خبر پلیس گفته می شود که 4 تن از مهاجران دستگیر شده را از قلمرو روسیه اخراج می کنند و یکی دیگر را 3000 روبل جریمه بسته. به احتمال غالب اینها مهاجران می باشند که از رفتن به ارتش روسیه دست کشیدند. مقامات کراسنویارسک اخیراً خبر دادند که از اول سال 2024 در این منطقه 165 مهاجر سابق شهروندی روسیه را به دست آورده آشکار کرده شدند که خود را در کمیساریات‌های حربی ثبت نام کردند. به ادعای مقامات بیش از 10 نفر آنها با خواهش خود با وزارت مدافع روسیه قرارداد بسته به ارتش رفتند. ارتش روسیه به سبب تلفات سنگین در جنگ اوکراین به نیروهای نو احتیاج سخت پیدا کرده است و تلاش دارد تا شماره هرچی بیشتر مهاجران صاحب شهروندی روسیه شده را به صف خود جلب کنند. همین طور مهاجران را که هنوز شهروندی روسیه را ندارند با وعده به آسانی گرفتن شهروندی تشویق میکنند که با وزارت مدافع روسیه قرارداد بندند. اکثر این سربازان قراردادی را به جنگ ضد اوکراین میبرند. خورشید همراقلو و رهبر مرکز فرهنگی تاجیکان مسکو روز 4 اپریل سال 2024 در یک نشست بخشیده به همکاری‌های روسیه و تاجیکستان گفت که در حال حاضر تقریباً 700 زوده تاجیکستان در اوکراین در صف ارتش روسیه می جنگند. در مطبوعات تا امروز درباره در جنگ اوکراین به هلاکت رسیدن تقریباً 100 زوده تاجیکستان از جمله بیش از 30 تن از محبوسان تاجیک زندان‌های روسیه گزارشان نشر شدند. به استثنای 1 یا 2 نفر باقی همه این تاجیک‌ها در اوکراین کشته شده از طرف روسیه می جنگیدند.